سلام دوستان، حسام هستم. امروز توی این ویدیو میخوایم تغییر آیدی یا آدرس نرم افزار AnyDesk رو مورد بررسی قرار بدیم و راه حل ساده و سریع رو براش پیدا بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر هنوز کانال منو ساب نکردید حتما اون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بذارید روی آل. خب مطمئنا برای همه ماهایی که از این نرم افزار استفاده میکنیم این مشکل پیش اومده که بعد از یه تایمی به خاطر نداشتن لایسنس این نرم افزار وقتی که میخوایم باهاش کار بکنیم شروع به شمارش معکوس میکنه و خب این شمارش معکوس در ابتدا 20 ثانیه، بعد 60 ثانیه و بعضا تا 1000 ثانیه هم میرسه که خب عملا استفاده از اون رو غیر ممکن میکنه. برای راه حل این موضوع من یک ترفندی دارم که فکر میکنم سریع ترین و از طرفی راحت ترین راه هستش. بریم که شروع کنیم. در قسمت اول وارد کنترل پنل میشیم. ابتدا من وارد کنترل پنل میشم و باید نرم افزارم رو آن اینستال بکنم. خب تیک ریموو VPN درایور و ریموو کانفیگوریشن فایلز رو میزنیم که اگر از قبل کانفیگ روی نرم افزار هست هم پاک بشه. همونطور که مشاهده میکنید نرم افزار AnyDesk من پاک شد. توی مرحله دوم وارد قسمت ران میشیم و عبارت رج ادیت رو سرچ میکنیم که وارد رجیستری ویندوز سیستممون میشیم. توی تب کامپیوتر و زیر مجموعه HK لوکال ماشین وارد تب سیستم، بعد کنترل ست 201 وارد تب سرویسز و توی این قسمت کلمه شیرد اکسس رو اگر سرچ بکنید براتون ظاهر میشه که حالا من دنبالش میگردم. پارامتر، فایروال پالیسی and فایروال رولز. خب توی این قسمت تمام کلیدهایی که ویندوز توی قسمت رجیستری سیستم ما ساخته هست رو باید پاک بکنیم که با زدن دکمه کنترل F وارد سرچ رجیستری سیستم میشیم. کلمه AnyDesk رو سرچ میکنم و توجه داشته باشید که همه این تیک ها باید خورده باشه. فایند رو که بزنم تمام کلیدها رو باید پاک بکنم. وقتی که تمام کلیدها رو پاک بکنید دیگه چیزی برای سرچ کردن نداره و خب چیزی رو پیدا نمیکنه. خب تا اینجای کار ما نرم افزار AnyDesk رو به طور کلی پاک کردیم. حالا من نرم افزاری که از قبل دانلود کردم رو باز میکنم که دوباره نصب کنم روی سیستم خودم و میبینید که به راحتی نصب شد و اگر دقت بکنید میبینید که آیدی من با ابتدای ویدیو متفاوته. شاد و پیروز باشید. امیدوارم که براتون کارآمد باشه این ویدیو. خدا نگهدار.